خریدم. یه لحظه اینو نگاه کنید چه خوشگله. نگاه با باستی کار می‌کنه. اینجا نگاه کنید. اینجوری می‌کنم. آقای یا مرتضی علی $10 سرمایه اون خیلی مخصوصم بابا ملیکا بسیار خیلی خوش اومدی به پورت دیگه از ترکوندن آدم ها به 80 روش سامورایی. امروز من این پسرم که عاشق اول قهرمانم و همسایه پایینیمون آقای میرپندرسکی هر کاری میکنه تا من دست از علایقم بردارم. پس بریم یکم باهاش مصالحت آمیز صحبت کنیم. فکر نکنم Let's go. ای بابا یه سال کوچولو حواست جمع کن. سلسله‌ای داری میکنی به صورتت زیاده. اگه قراره تو آشنایش خانواده منو بگیری رفتار اینو من جدید خریدم. یه لحظه اینو نگاه کنید چه خوشگله. نگاه با باستی کار می‌کنه. اینجا نگاه کنید. اینجوری می‌کنم. دیگه سربگه میگم اینجا لویل خوب کنی فهمیدی یا نه؟ سلبش در بیارم دیدی همه بگو چقدر من خفلم بابا این کاری میکنم میاد خدمت شما عرض میکنم این وسایل شارژی که باید بدید پرداخت نکردیم و رفتار شما غیره. دست من نسو بود. آقای میرپندرسکی این تیکه لباس همون یه نگاه کنید. اینو من جدیدن راجعه یه چیزی اینو نگاه کنید چرا بابا آقای پول باز زیاد اومده بیش از حد ماهیانه اومده. این ساختمون باید در مصرف بعد صرفه جویی کنید. آقای میرپندرسکی مورتال کمبت بازی کردی؟ مورتال کمبت؟ علاقه ندارم به اینجور بازی ها. من فقط این یکی از کاراکتراش اسمش ساب زیروه. آقای میرپندرسکی کن چه جوریه چه خوشگله. یه خوشگله یعنی خود خرید. آقای میرپندرسکی تبدیل شد به بریه. من مدیر ساختمون حق دارم توی نمرات شما دخالت کنم. میبینم که ادبیات تو 12-75 سالم گرفتی. آقای میرپندرسکی مدل موهات رو خیلی دوست دارم. یه دونه انیمه میخوام بهتون معرفی کنم. یه انیمه اینجوریه که اینجا میبرد بابا دید آقا میرپندرسکی بفرم چقدر زرد میزنی آخه. اینم تقدیم شما باش. آقای میرپندرسکی حامل چقدر زگرم آقای میرپندرسکی نه اوی امروز دیگه بهت باش یه تیکته برای اعصاب دوام. برو یه لاغ کن. من یه مدت بوکس کار میکنم. من مدت معمولی هم شلبش در بیارم بوزو دی والله ننه جان پسر عزیز برای اینکه با هم دوستیم بلیط سینما میخوام باید بریم سینما ولی به صورت عصبی. یه فیلم ترسناکه شب باغ گلابیه. آیا دوست داری یا نه؟ یه لحظه آقای میرپندرسکی من یه وسیله یه لحظه بسیلم اینو وسیله تست کرده بودم. این چیه؟ وسیله خیلی واسه آقای میرپندرسکی یه مقدار از زیر باشن. آقا من بابا ندارم شما به من گیر. بشتل عزیزم کارت بیمه تو باید تمدید کنی. این کارت بیمه بابات بهش بگو حتما مبلغ پرداخت کنه. این چادر یه لحظه نگاه کنی. چادر بسم الله خدا بنده یا مرتضی علی
چندالا یو خدا کله کتلش دادی وای سرعبه چوق سر ببین اومدم یه رفتار درست پاک بکنم داری بیلی رو اعصابم کم روزا در میرم به زوته این مثل دو کشتار پهم میکنم به چیخا لاک باشی دیگه لیلی بچه جونا اگه با مال حرفانی چیزی مالی شدن زرده یه لحظه واسه آقای بیلی این چیکار این چی سالنی میزنه هندی باشه سالنی میکنه آقای بیلی بندرسکی 5 لیتره بمبارونه ای وای خراب شد ساز بابا چه خبری یعنی خود خری به صورت اولی آقای بیلی بندرسکی رو تقدیم به شما کردم به همراه ساز سنتی سرخپوستی لاکوتا در خدمت شما خب دیگه چه وسیله‌ای دارم که اجزال اینجا که کوچولو بتونم با آقای میخوام بیلی یه درس بهت بدم یه درسی برای آیندگان که اگه خواستی یه وقتی ازدواج کنی بتونی از خودت خوب دفاع کنی این مکرمه بغل ببخشید یو اوه غلط اضافه نه نه بذار من معذرت بخوام اشتباه من اومده بدم این آقا ماتیز رهی باشه دیگه هرچی داشت زبون آدمیزاد سرت میشه به زبون آدمیزاد سرت میشه به چه زبونی باید باید صحبت کنم این رفتار غیر قابل تحمله اینم بیل بندرسکی اسپایدر منو میشناسی؟ یه دونه دیگه آقای میبرزه اینجا بدن یه سورپرایز خیلی زیبا این دیگه چی؟ بچه کوچولو یا حضرت بلبلی یا آقای چه نمیخوره بهش آقای یعنی خود خری وسیله نیست که با آقای میری این صحبتی من ندارم میخوای خود اول رو من بعد صحبت کنم با لحظه لیلی منو کتک میزنی همینجور که داری شما صحبت من پیدا آقای میری ما یه چکمش داریم یو آیه من آقای میری بندرسی کلن یه گزینه داریم که دیگه بتونیم با شما اشتغال کنیم میتونم بهت بگم من که نتونستم ازت انتقامی بگیرم اما اگر بخوای هوا کنی باد در بدی این چلی بی جواب نمیمونه دیدمش آقای میری بندرسی این چیه یه لحظه عذرخواهی میکنم یه توپ اینجا دارم خواهش میکنم این چی توپک میسه خداحافظ نامو دوستتون دارم امیدوارم که لذت برده باشی واسه لحظه خندیده باشی دیگر دارم